ماه من غصه چرا؟ آسمان را بنگر که هنوز بعد صدها شب و روز مثل آن روز نخست گرم و آبی و پر از مهر به ما می خندد. یا زمینی را که دلش از سردی شبهای خزان نشکست و نگرفت، بلکه از عاطفه لبریز شد و نفسی از سر امید کشید و در آغاز بهار دشتی از یاس سپید زیر پاهامان ریخت تا بگوید که هنوز پر امنیت احساس خداست. ماه من غصه چرا؟ تو مرا داری و من هر شب و روز آرزویم همه خوشبختی توست. ماه من دل به غم دادن و از یأس سخنها گفتن کار آنهایی نیست که خدا را دارم. ماه من غم و اندوه اگر هم روزی مثل باران بارید یا دل شیشه‌ای‌ات از لب پنجره عشق زمین خورد و شکست، با نگاهت به خدا چتر شادی واکن و بگو با دل خود که خدا هست، خدا هست هنوز، خدا هست هنوز. او همانیست که در تارترین لحظه شب راه نورانی امید نشانم میداد. او همانیست که هر لحظه دلش میخواهد همه زندگیم غرق شادی باشد. ماه من غصه اگر هست بگو تا باشد. معنی خوشبختی بودن اندوه است. این همه غصه و غم، این همه شادی و شور، چه بخواهی و چه نه میوه یک باغند. همه را با هم با عشق بچین، ولی از یاد مبر، ولی از یاد مبر پشت هر کوه بلند سبززاریست پر از یاد خدا و در آن باز کسی میخواند که خدا هست، خدا هست، خدا هست هنوز. و چرا غصه؟ چرا؟ و چرا غصه؟ چرا؟ ماه من غصه چرا؟ ماه من غصه چرا؟